وقتی یه افسر پلیس جلوی یک زن تعظیم میکنه بدونه که یه رازی تاریک پشتشه، چیزی که همه ازش ترس دارن، چیزی که همه رو شگفت زده کرد، نه جادو بود، نه داروهای عجیب، فقط 5 تا حرکت ساده اما پر از قدرت و تمرکز. یه حوله بردار، به پشت گردن ببر، به سمت راست و چپ خم شو. نه سریع، نه زورکی، با آرامش. حالا دست بذار روی سرت. اون دستت پشت کمرت، گردنت رو به آروم به چپ و راست بکش، مثل یه رقص آرام و بی صدا. روی شکم دراز بکش، آرام. سر و سینه رو از زمین بلند کن، فقط به اندازه یه لبخند، نه بیشتر. روی پنجه پاهات به آرامی عقب برو، نه واسه فرار، واسه برگشت به تعادل و قدرت. ایستاده رو به دیوار، دستات بذار روی دیوار، فقط بالا و پایین برو، روی پنجه پا، مثل یه مترویی که مسیرشو فراموش نمیکنه. این 5 حرکت ساده راز پشت این تعظیم بود. حالا نوبت توئه که شروع کنی بدون ترس. فقط با استمرار تو میتونی همین. امروز شروع کنی. کامنت بذار 5 حرکت تا ببینم چند نفر هنوز به بدنشون گوش میدن. یا حق.